دیدش تیر خوردگی نبود. بعد گفت که در آب افتادگی نیست، همون جسد چو کردن درونش دیدن، گفت لیاخیش تازه آب گرفتگی نیست. پول داته کشی راستش دوست اون نیست، از سوختگی پوش بود اوش نیست، نشونهای ما نیستم. این جسد و کلام بود رزمیری پوش 45 همی قیاب می پوشید. خودم ایامی گوسپیتال خودم بردمش امین عباران خودم بردمش همونجا فرا وردمش نیم ساعت داشتم بردن گروش کردم. کی شما را اجازت نداد که بینین پسرتون؟ همونجا گرچه پول این سالداد محکم کرد یکون کسی نموندن نزدیک شد. روش ایامی ایسنش سوختگی نشناختیمش، نه خوشه نه مجه نه چم موی سر تویجر سوختگی میگه در افتاو سوختگی در افتاو تا نمی سوزه بودم. طلب دارم که پیسریم نبکوام بیاوم. نشناختمش من. وقتی آوردنش روش ادرون رشد کردم من روش لیچ کردم. یک سوختگی و یک جزیر. این فرزندی ما نیست. فرزندی ما را در جای هست نیست بکوام بیاوم. بگن که خیر نمی کجاشی داشت نشید است بگن دامو. ما نمیدونیم که او را ایو کجا کن. این مرده ما نبود. روش سوزوندن. ای خدی پامیر لبلی پری خون آوردنش، نه یک لاغ دتنش، نه یک کاغذی مردش، هیچی کاغذی وفا هیچی نیست. وقتی قبول کنی میبری، چون که وقتی آوردن جسد و او افحال میاری نخو که همون تبیاری فرزند یک مسلمانه روش افسوزونی که من مادرشم یکنیم سال شد ندیدم جسد و کجا بردن گروچو بشکن. بعد همسایه ها گفتن که همین پسری تا مایده با این جسدی کلون با. ما گفتیم که خیلی پسری من در طرفی دستی راستش خالی گوشتی داشت پاش سوختگی 45 همی قیاب می پوشید. خودم ایامی گوسپیتال خودم بردمش امین عباران خودم بردمش همونجا فرا وردمش نیم ساعت داشتم بردن گروش کردم. کی شما را اجازت نداد که بینین پسرتون؟ همونجا گرچه پول این سالداد محکم کرد یکون کسی نموندن نزدیک شد. روش ایامی ایسنش سوختگی نشناختیمش، نه خوشه نه مجه نه چم موی سر تویجر سوختگی میگه در افتاو سوختگی در افتاو تا نمی سوزه بودم. طلب دارم که پیسریم نبکوام بیاوم. نشناختمش من. وقتی آوردنش روش ادرون رشد کردم من روش لیچ کردم. یک سوختگی و یک جزیر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. اما بعد، سلام بر شما دوستدار امت مصطفی محترم حاجی میرزا. از شما خواهش و التماس میکنم که با این سوال من جواب دهید. بگویید که برای چی در دین اسلام 4 مذهب است و برای چی ما محض در مذهب امام اعظم رحمت الله علیه هستیم؟ این 4 مذهب از یکدیگر چی فرق دارند و مذهب شیعه چگونه مذهب است؟ و باز التماس میکنم بگویید که علم لدونی چگونه علم است؟ علم لدونی علمی هست که ما و شما وقتی دعا میکنیم خداوند بر این بنده خود علم لدون نصیب بگردان، این علم خداداد میگویند. در تفسیر در معنای علم لدونی میاد که علمی که به استاد خدا بر تو یکی نصیب میکند. یک علم غیبی را علم لدونی میگویند. و چرا در اسلام 4 مذهب است و چرا ما مردم تاجیکستان در مذهب امام اعظم یعنی ابو حنیفه هستیم؟ سوال کردن. من این جواب یعنی به شما حواله میکنم که اگر من در باب فضیلت‌های امام اعظم 3 جمعه صحبت داشتم، میتوانی که با همون نوارها با همون کسیتها مراجعت کنی، انشاءالله میفهمی که چرا 4 مذهب در اسلام پیدا شد، سببش در چیست، از اونها تو برخوردار میشوی. و چرا مردم تاجیکستان در مذهب ابو حنیفه هستند؟ این سوال باید که ما و شما از کیها پرسیم، عدد ندارند. افغانستان مذهب امام اعظم است، چرا آنها مذهب امام اعظم اختیار کردند؟ هندوستان مذهب امام اعظم است، چرا آنها مذهب امام ابو حنیفه را اختیار کردند؟ مصر، سوریه، ترکیه، ترکستان شرقی، عراق، همه این دولت‌های هستند که همه پیرو مذهب ابو حنیفه هستند. اونها را پرسیم برای چی مذهب ابو حنیفه را اختیار کردیم؟ جوابش به همه انسان معلوم است، زیرا وی رئیس مذهب هاست.
امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله البته به البته در بین امام ها فرق کننده بود، علم زیاد داشتند. چرا امروز در اطراف همان داملاهای ما و شما جمع میشویم که آنها علم دارند؟ ببینید هست انسانهایی که علم ندارند، کسی از پس اونها نمی رود، کسی با اونها گوش هم نمی کند. از این معلوم میشید است که امام اعظم یعنی خیلی برتری داشت است که امروز اکثر دنیا پیروی مذهب امام اعظم هستند و باید که امروز مردم تاجیکستان ما از مذهب امام ابو حنیفه بیرون نشود. باید که امروز ضرور است. جوانای عزیز باز مراجعت میکنم، من جمعه پیشین گفته بودم، باز میگویم، از همین مذهب بیرون نشویم. بهترین مذهب است، بهترین روش است و امروز به نهایت برای آرامی تاجیکستان به نهایت مساعدت میکند. هیچ فتنه دیگر نمیخیزد. کسی که امروز طرفدار آرامی تاجیکستان است، کسی که امروز طرفدار نمی کشاده بودن مسجد هاست، کشاده بودن مدرسه هاست، باید که از مذهب امام ابو حنیفه بیرون نشود. فریفته این بعض گروه هایی که برآمدن فریفته اینها نشوید. گذارین اونها کدام راهی که رفتن گیرن، شما پیروی اونها نشوید. فقط و فقط کوشش کنین از مذهب همین امام اعظم بیرون نشوید. ان شاء الله به نهایت نیکبختی های زیاد برای شما پیدا میکند. چقدر عالم ها، چقدر مفسرها پیروی مذهب امام اعظم هستند. و شیعه چگونه مذهب است؟ این شیعه مذهبم نیست، این یک رویه خیلی غلط و خطایی هست. اگرچنده که امروز مبلغای شیعه وجود دارد که مردم هم میخواهند شیعه کنند، خدا از این پناه طلب کردن در کار. در مذهب امام شافعی بودن غلط نیست، در مذهب امام احمد حنبل بودن غلط نیست، در مذهب امام مالک بودن غلط نیست، لیکن شیعه بودن بالکل غلط است. بسیار راهی خطر است. این راه را برای خودتان اختیار نکنید. بسیار راهی وزنین است. ما از زبان اونها چنان سخنهای شنیدگی هستیم که باور کنین اگر من در بین شما اعلان کنم همه شما با اونها لعنت میفرستید. بسیار سخنهای قبیح میگویند، بسیار دشنامهای بی‌نهایت بیجا میدهند. از این خاطر هیچگاه شیعه را به زبانتان نرانید، پناه به سوی خدا از این رویه کنید. داملای عزیز حاجی مرزا، از شما خواهش میکنم که با این سوال من جواب گردونید. مرغ مرجان یعنی ایندوک حلال است یا نه؟ حلال است. من یک بار دیگر گفته بودم، یگان دو دیلگی نکنین، این حلال کرده خداوند است. دوم میپرسم که درباره قبیله ایشانها چیزی میگفتید، یعنی ایشانها کیا هستند؟ اینجا در این باب دو سوال آمده است. السلام علیکم داملای شیرین سخن. ما به یک خانه بیرون از شهر خواستگاری رفتیم. یک جوان خواستگاری رفته است برای زن گرفتن. از ما پدر دختر پرسید ایشان یعنی سعید زاده هستین یا نه؟ ما گفتیم که نه. گفت در ما درست نیست که ما غیر ایشانها را دختر دهیم. من گفتم آخر ما نیز مسلمانیم. او گفت که در کتاب مختصر گفته شده است که درست نیست. داملا آیا این حقیقت دارد یا نه؟ من بر شما اخلاص زیاد دارم و دائم در حقتان دعای خیر میکنم. و من چی توصیه میدید؟ خدا حافظ. امروز در تاجیکستان ما خیلی شخصان برجسته به نام ایشانها مشهور هستند، معروف هستند و در همین مردم ما و شما هم ایشانها یک قبیله هست که ما و شما احترامشان میکنیم. یعنی مقصد از این ایشانها و سیدزاده ها، اینا کسانی هستند که میگویند ما از اولاد پیغمبر هستیم. یعنی همون شاخه هایی که آمدگی یعنی امروز همین ایشانها و سیدزاده هایی که هستند اینها از قبیله های پیغمبر منصوب میشوند. یعنی اینها همین است، دلیل اونها همین از فتوای اونها که ما از قبیله های پیغمبر هستیم. از این خاطر مادامی که قبیله پیغمبر که باشد ما اونها را احترام میکنیم، ما اونها را عزت میکنیم، همچون ایشان گفته.
لیکن وقتی که این دختردار مراجعت میکند که در مختصر صاحب مختصر گفته باشد که دختری ایشان بغیر ایشان کسی گرفتنش نادرست است، وی غلط میگوید. در مختصر در باب ایشان گپی نمی رود، بلکه در مختصر می رود که و فی الاسلام عجما و فی العجم اسلاما. عباره مختصر می گوید که بعض عرب ها از برای بعضیشان کوف هستند.